این اومدی در حیات این زندگی پسی بلندی های سخت دارد. برای همین اولا هنمی دوده من احترام کن. به اجازت یعنی یکم کار یکم گم نگو. او خشتامون فقط توی دبرین گفت بیدی در درسای به اجازت یعنی یکم جا نرم. دیگه شما بودو یا زنی که پوچیدون شا دروغگو نشا کیسه کن نشا انا تلفن نگی ایقصا خشتامونو بالا گذاشته نشین. شوهر رو دوست داشتیم با خاطر همین شوهر رو دوست داشتیم با خاطر شوهرم پدر و مادر شوهر رو دوست می‌دارم اکا دادرش رو دوست می‌دارم با همین عروسکای این مود اومد که ولی دو مامش داشت شهر در اسیارت اوتاب جنده و چپ جنده این دین جداشی شوهر که دوست داشتیم با خاطر شوهر رو همون خواهر گردش رو دوست می‌داریم اکای گردش رو دوست می‌داریم خبرکشی رو یاد نگی بعد پودینه مدینه آورد بیاخی ولی ما پودینه کم ایرلندی نه برای نردوی دولا همه وقت پودینه میگم برای پودینه ای حیات گرفتگی های برای زن همین زن خزینه خونه زن قلب خونه سیری خونه رو میفشندگی زن های مرد میکنه زن مرد میکنه زن برای همین چای خونی بالا مدنیت بلندتر که بعد احتیاط همین همسایه ما دیجوز خشتمون یکم کار نکن تو همسایه جب زد که پیوها رو گوش نکن یکم سیر خونه تو خونه اوشت نباید زنی و صبر و تنکیش در برابر این ما پرکه داریم ضروری در اویله اگه دودر کن زدنی نیست دیگه ما همین گفت میگید که زن بهترین نعمت دنیا برای مرد که سخنای دایی بگی نه اوچته بودو میتر نه خواهرتا نه دیگر کسا تا گوش میگیری گوشش میگیری میخریشه چون چی گفت میگی این گفت رو در مادر در خواهر لایق نمیدی برای این زن نموسی مرد این دایوشی زن بیرارگرد میشه تو باید همین زن دشمن همونی کشتن همونی مهربانی هم باشی هم بیاره که باید تو زن مهربانی نباش که زن باشش در مرد بیگونه کشوه برای این همه اول نسبت زن مهربان باش یا چه همین همسایه ما دیجوز خشتمون یکم کار نکن تو همسایه جب زد که پیوها رو گوش نکن یکم سیر خونه تو خونه اوشت نباید زنی و صبر و تنکیش در برابر این ما پرکه داریم ضروری در اویله اگه دودر کن زدنی نیست دیگه ما همین گفت میگید که زن بهترین نعمت دنیا برای مرد که سخنای دایی بگی نه اوچته بودو میتر نه خواهرتا نه دیگر کسا تا گوش میگیری گوشش میگیری میخریشه چون چی گفت میگی این گفت رو در مادر در خواهر لایق نمیدی برای این زن نموسی مرد این دایوشی زن بیرارگرد میشه تو باید همین زن دشمن همونی کشتن همونی مهربانی هم باشی هم بیاره که باید تو زن مهربانی نباش که زن باشش در مرد بیگونه کشوه برای این همه اول نسبت بابای حاجی من مدت 4-5 سال بود که بسیار اخلاق و تمیزی بد داشتم نماز میخواندم اما از سبب حقیقت قرآن و اسلام را نمیدانستم با اسلام و قرآن مسخره می کردم نماز می خواندم عرق می نوشیدم زنا می کردم من دختری را در نکاح خود در آوردم آن را نه به خاطر زن به خاطر نفس حرامم من از آن فرزنددار شدم من آنها را تأمین پوره نمی کردم پدر و مادر من بیخبر بود و من گفتند همان دختر را توی کرده می دهیم اما من بدبخت و جاهل قبول نکردم گفتم من آن را نمیگیرم با من دختری خانه دهید مرا دختری خانه دادند من روز با ولایت خودجان رفتم من 7 روزه رفته بودم خداوند شما را در پناهش نگه دارد چندین آدمها را شنیدم دیدم که زندگی تلخشان را شیرین کردید بعد 2 روز بعد گشتم مادرم را پایهایش را بوسیدم گفتم مادر جان راضی نباشی این زنی که من گرفتم دوم
زن راضی نباشی جوابش را میدهم. مادرم گفت پسرم اینش را هم نگاه کن ویش را هم نگاه کن، در تقدیرت همین بوده است. من از تو راضی هستم. من تا 1 سال می شود که 5 وقت نماز را در مسجد می خوانم، نمازهای جمعه را ترک نمی کنم. هر دو زنم را نمازخوان و با سطر کردم. من هر دو اینها را قوت بر توانایی برابر نگاه می کنم. اما با گفته آیت های قرآن و احادیث های پیغمبر شما گفتید بهترین لباس، بهترین خوراک حتمی خانه داشته باشی. هزاران بار شکر که شکر خدا من یک زنم در خانه مادرم است، دیگرش اجاره نشین است. شما گفتید مردی که 2 زن داشته باشد از عهده آنها نبراید، از قبر میخیزد، یک طرفش قاق است. بابای حاجی شما با من گفتید من چیکار کنم؟ من خانه خریده نمیتوانم، من بسیار قرضدار هستم. من میترسم که مرگ ناگهان به سر من آید. من این روسیای پرگناه بدنفس چخیل با خدای خود رو برو میشوم. کاش خداوند جزای مرا در این دنیا دهد. من بسیار گناهگارم. بابای حاجی شما با من گویید خداوند این نمازهای ما را قبول میکرده باشد. در زندگی اینقدر کمبودی دارم، بالای این زندگی خانه امان در گردن من است. به حاضر شرایط قوت من به این 2 زن نمی رسد. حتی فکر این در عبادتهایم خلل هم می رساند. بابای حاجی التماس با من گویید از روی حقیقت اسلام من چیکار کنم که دل من قرار گیرد، عبادتهای من بی شبهه شود، که دل من از این دنیای بی وفا پاکیزه مانده است. در آخر بابای حاجی دعا کن خداوند به من مال و ملک و زن و فرزند در کار نیست، فقط طلب دارم که خداوند مرا بنده بگیرد. همین که همه بیفایده بوده است. خداوند شما را عمر درازی با برکات دهد که در بین مردم تاجیکستان خیلی بهبودی ها آوردید. التماس که سوال مرا پورا خوانده جواب دهید که من از راه دور آمدم تا که این سوال جواب را گیرم. با واسطه کسیت امکانیت باشد و نمره تلفنتون رو گویید. به خدا قسم که این حقیقت است. برادر عزیز، زمانهای جاهلیتی که شما سپری کردید، زنا کردید، عرق خوردید، و روزی که شما رو به مسجد کردید، توبه صدق به سوی خدا کردید، شما از این گناههای کردگی هاتون پشیمان شدید، تصور کنید که خداوند همه گناههای شما را مغفرت کرده است. این وعده الله است، این وعده حبیبش است. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی هست که تماما گناه نکرده باشد. اگر چنده که تو 10 سال 15 سال در این راه نادرست قدم زدی، لیکن امروز فضل پروردگار که تو را هدایت کرد همچنان است که تو گناه نکرده ای. تو در پیشگاه پروردگار یک بنده با عبادت و بنده خدا ترس به حساب می روی. لیکن این شرایطی که الحال بالای تو هست، الله در قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگوید. الله میگوید هیچ بنده را تکلیف نمیدهم، مجبور نمیسازم مگر قدر قوتش. از قوت زیاد از بنده طلب ندارم. حال تو را خداوند میداند، شرایط تو را خداوند میداند و نیت نیکی تو را خداوند میداند که هر زمانی که تو شرایط پیدا شد، دست رسا که شد، برای این زنها البته همه شرایط آماده میکنی. امروز که تو شرایط نداری، خداوند البته تو را میبخشد. لیکن همیشه در فکر آباد کردن، در فکر بهبودی در این زندگی خود باشی، خداوند البته تو را کمک میکند. الحال همچنان تصور کن که تو در عذاب پروردگار قرار نداری و همه عبادت هایی که امروز تو انجام میدهی همگیش خدا قبول میگرداند. زیرا نیت تو نیت نیک است. زیرا اینقدر راه درازی که برای یک جواب سوال شنیدن آمدن، این خود نشانه ایمانداری شما را نشان میدهد. این نیت نیک شما را نشان میدهد.
از این خاطر برادر عزیز و گرامی، خداوند همه گناههای ما قبل تو را بخشید.